شنوندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی امروز است. با سرخط خبرها آشنا گردید. امام علی رحمان با عائله آفرنده معجزه سینگاپوری تسلیت گفت. لباس پوشی زنان هنرمند را به تنظیم می درآورند. استعفاخواهی تحلیلگران تاجیک. آفت طبیعی در ولایت ختلان. امام علی رحمان به لی سیان لون سروزیر جمهوری سینگاپور بنابر درگذشت پدرش سروزیر پیشین سینگاپور لی کوان یو برقیه تسلیت ارسال کرده است. امام علی رحمان درگذشت نخست وزیر پیشین سینگاپور را به دولت و ملت آن کشور تسلیت گفت. کشوردار تاجیکستان لی کوان یو را آفرنده معجزه سینگاپوری و یکی از بزرگترین شخصیت منطقه و جهان خوانده گفته است که او بود تا سینگاپور را از کشوری عقب مانده به یکی از کشورهای پیشرفته منطقه آسیا تبدیل داد. نهادهای دولتی ازبکستان، کمیته زنان، مرکز معارف و معنویات و شرکت دولتی ازبک نوا با صدور یک دستور آوازخوان‌های زن را از پوشیدن لباس‌ها به عقیده آنها پیش از حد برهنه منع کرده است. در تاجیکستان نیز این موضوع چند بار مطرح شده بود اما تاکنون نتیجه نداشته است. برخی از مردم بر اینند که وزارت فرهنگ تاجیکستان را نیز میبایست چنین اقدامی را انجام دهد، زیرا پوشاک برخی از خانم‌های آوازخوان با فرهنگ لباس پوشی تاجیکان سازگار نیست. نهادهای فرهنگی هنری تاجیکستان است که می‌خواهد بانوان را فرهنگ لباس پوشی تاجیکی یاد بدهد. در برنامه‌های تلویزیونی و شبکه‌های دولتی از سطرپوشی خانم‌ها شدیداً انتقاد می‌کند، اما از آوازخوان‌هایی که در هنگام هنرنمایی پوشاک تنگ و نیم برهنه دارند کسی انتقاد نمی‌کند. این گونه پوشاک اگرچند از اطلس چکن است ولی تاجیک دوخت نیست. کلیپ‌های تاجیکی برنامه‌های کنسرتی آیا از طرف مسئولان ساحه فرهنگ نظارت کرده می‌شوند، زیرا یک از معرفگر فرهنگ تاجیکی با واسطه هنرنمایی و خودنمایش‌دهی سرایندگان تاجیک است. اکنون اخبار منطقه و تاجیکستان را در بخش خبر در یک سطر تماشا کنید. در سوخت رئیس جمهور تاجیکستان خشت اول شهر نو زمانوی را در دشت سامغار ناحیه باباجان غفورов گذاشت. بناهایی که ساخته می شوند 9 و 12 آشیانگی می باشند و در آن شهر بیش از 40,000 اهالی می تواند زندگی کند. آغاز عملی سازی لایحه ساختمان مرکزی گرمدهی برقی دوشنبه 2 به ماه اپریل سال روان نقشه بندی شد. با واسطه این لایحه می تواند کارخانه در شبانه روزی 3000 تن انگیش کارکرد کند. روز 25 مارس نشریه‌های ترکی نوارهای ثبت کرده دستگاه‌های نواربرداری نظارتی در محل قتل رهبر گروه 24 عمرعلی قوتوف عکس‌های نشر کردند که در آنها قاتلان احتمالی منعکس می‌شوند. به نوشته رسانه‌ها بهادر ا و سهراب گ هر دو شهروندان تاجیکستان هستند. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان از ثبت نام 6 مدعی کرسی پرزیدنتی خودداری کرده است. 3 نامزد داوطلب دیگر این کرسی با عریضه نامزدی خود را پس گرفتند. در نتیجه 9 رقیب نورسلطان نظربایف به انتخابات راه نیافتند. رئیس جمهور قرقیزستان المازبек атамбоев با نمایندگان رسمی اروپا گفته شنید داشت و به خبرنگاران گفت کشورش یکجا با دیگر دولت‌های آسیای مرکزی هدف تهدید روی راستی گروه دولتی اسلامی قرار گرفته است و از خلافت گروه دولتی اسلامی نامبر شدن منطقه و وادی فرغانه اشاره کرد. رسانه‌نگاران از کارشان کناره‌گیری می‌کنند. اخیراً برخی از روزنامه‌نگاران شناخته تاجیک بدون هیچ توضیح از فعالیت حرفه‌ایشان کناره‌گیری می‌کنند. معلوم هم نیست که آیا این کناره‌گیری در پی فشار سیاسی بوده و یا دلایل اقتصادی دارد. چندی پیش سیمودین دوستوف مؤسس هفته‌نامه نگاه، خبرگزاری تاج نیوز و رهبر سازمان تحلیلی ایندم که اخیراً از تحلیل موضوعهای مبرم خودداری می‌کرد نیز اعلام کرده که از سمت‌هایش استعفا داده است. وی نیز دلایل کناره‌گیری‌اش را توضیح نداد. پیشتر نیز ظفر عبداللهیف مؤسس خبرگزاری اوستا، سامانه زمان تیجری و نشریه فکت کامنتاری، رستم جانی رهبر رادیو امروز نیز از فعالیت روزنامه‌نگاری کناره‌گیری کرده بود. برای پاسخ به این سوال‌ها ما به خبرنگار بخش فارسی خبرگزاری BBC زیورشاه محمد در علاقه پیوستیم.
درود به شما. لطفا نظر خیش را درباره محدودیت‌های خبرنگاران از طرف مقامات دخلدار گفته می‌گذاشتید. خودی همین سیستم ژورنالیستیک تاجیکستان، سیستم اطلاع رسانی باید که یک کمی آزادتر باشد. در حالی که هستند روزنامه‌های غیر دولتی اونها می‌نویسند، اما به هر حال اونها هم باز احساس فشار سیاستی دولت می‌کنند. پس آیا ما گفته می‌توانیم که سیم‌الدین دوستوف را محض فشار سیاسی به استعفا روان کرد؟ سیم‌الدین دوستوف روزنامه‌نگار خوبی هم بود و سردبیر خوبی هم بود و یک خصلت خوبی هم داشت که تحلیلگر خوب بود، میتونست که تحلیل بکند و بعضا خیلی با شجاعت و به ترس انتقاد میکرد از بعض قرارهای حکومت، از بعض برنامه‌هایی که حکومت پیاده میکرد و همیشه هر وقتی که صحبت میکرد همیشه با خود دلیل داشت، همیشه با فکت ها اثبات میکرد هر گفته های خود رو، یعنی که سخنهای هرگز پا بر هوا نداشت. من فکر میکنم که با رفتن او آزادی بیان بازم یک کمی خدشه‌دار میشود در منطقه. تشکر برای صحبت. برنامه را ادامه میدهیم. روز 24 مارس در برخی از ناحیه‌های ولایت ختلان شمال شدیدی وزید که در نتیجه آسیب زیادی رسیده است. گزارش مفصل نتایج آفت طبیعی را از زبان سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده عارف ناظمов میشنویم. باید قید نمود که در نتیجه وزیدن شمال سخت در ولایت ختلان در ناحیه نوسری خسرو شب 23 و 24 مارس سال 2015 در نتیجه وزیدن شمال سخت با یکچند خانه‌های استقامتی و مأموری ناحیه نوسری خسرو ضرر رسانید. از جمله در جماعت دهاتی فیروزه بالاپوش 2 عدد خانه استقامتی، 1 عدد مغازه خوراک‌خوری، 32 عدد سیمچوب‌های بتونی و چوبی کارنشین گردید. اینچنین در جماعت دهاتی نوروز قسمان بالاپوش مؤسسه تحصیلات عمومی رقمی 10 و 7 عدد سیمچوب‌های بتونی و چوبی ضرر دیدند. در جماعت دهات استقلال نیز بالاپوش 3 خانه استقامتی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 14 نیز و 8 عدد سیمچوب‌های بتونی و همچوبی ضرر دیدند. اینچنین روز 24 مارس سال 2015 در ناحیه جیلیکول نیز ساعت تقریباً 3:30 در نتیجه وزیدن شمال سخت با یک چند بم خانه استقامتی و بناهای مأموری ناحیه جیلیکول ضرر رسانیده است. از جمله بالاپوش بینای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، همچنین بالاپوش خانه‌های استقامتی و مأموری جماعت شهرکی سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان جماعت‌های دهاتی گلمرادوف ضرر دیدند. عین حال در ناحیه مذکور نیز در جای حادثه سردار سپاه حالات فوق‌العاده و مدیر جراحی با کمیسیون حالات فوق‌العاده ناحیه فعالیت نموده با گرفتن معلومات‌های الهه‌ای معلومات مفصل پیشنهاد می‌گردد. در این حال کمیسیون برای معین نمودن مبلغ ضرر فعالیت دارند. کارمندان گمرک و مرزبانان فرودگاه بین المللی تاشکند اطلاعات خصوصی مسافران را که در افزارهای الکترونیشان نگهداری می‌شوند بازرسی می‌کنند، هرچند حکومت ازبکستان آنها را از این گونه بازرسی‌ها بازداشته است. دولت قوانین تامین امنیتی مسافران شرکت‌های هواپیمایی را پارسال تصویب کرده بود که طبق آن مسئولین حق ندارند چنین اطلاعات را بازرسی کنند. دمیتری تیخنوف روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در ازبکستان از این قانون شکنی مسئولین فرودگاه شکایت کرده است. در همینجا برنامه ما به پایان رسید. خدایار و مددگارتان باد.